نگام دیزاین یا آموزش روز عشق داریم روی پیرهناتون. من برای انتقال طرحم احتیاج دارم به لپتاپ، کامپیوتر یا پد انتقال. با خودکارای حرارتی شکل مورد نظرمون رو روی لباس پیاده میکنیم و کارگاهمون رو وصل میکنیم. پیچ کارگاه حتما باید صفر باشه. دور اطراف لباستون رو یه جوری از کارگاه در بیاریم بیرون که لباستون صدمه نبینه. گلدوزی این کل این طرح با 3 تار نخ انجام میشه. نخ رنگش مشکی هستش و دوختمون هم دوخت ساق دوزی. توی این کلیپ من 2 تا نکته اساسی که گلدوزیتون رو تمیزتر و جذابتر میکنه در ادامه کار حتما بهتون ارائه میدم. شما کل کارتون رو با ساق دوزی انجام میدین. بهتون در ادامه ویدیو یاد میدم که چطوری خیلی تمیز نختون رو کات کنین. توی منحنیای دست این خانم و آقا چی جوری کار کنین که کارتون خیلی تمیز و شیک در بیاد. و ازتون فقط میخوام که ویدیو ما لایک کنین و من رو به دوستاتون معرفی کنید. نکته اول ظریف دوزی روی قسمت منحنیای کارمون هست. توی قسمت منحنیا کوکامون رو ما برای ساق دوزی خیلی ریز کار میکنیم و همین ریز دوزی باعث میشه که به صورت منحنی کارمون در بیاد. نکته دوممون هم به این صورته که ما وقتی که میخوایم کارمون رو کات کنیم و نخمون تمام شده و میخوایم گره بزنیم از پشت که کارمون ظریف هم در بیاد به چه صورت هست. به این صورت سوزن رو یه گره باهاش درست میکنیم نخمون رو و سوزن رو از داخلش رد میکنیم و به همین سادگی که گره ساده و شیک خواهیم داشت. نگام دیزاینی ها اینم طرح زیبا و قشنگم که پیادهش کردم. الان وقتشه که کارگاه رو باز کنیم. پیچ کارگاه رو شل میکنیم و تمام کارتون رو میشورین، اتو میزنین و هدیه بسیار مناسبیه برای روز عشق.